این محله واسه کی بوده بینرگه این خاله آب کشانک با آب کشاندن برام معشوق که گذرد ولی خاله با آب دام نیست با آب کشان زاستی که حروسی میخه لیکن من حروسی میخوام آب نکشانم نومی من خاله آب کشانک موندگی Hikoyat Ahmedova یکی از استقامت کننده محله چشمه سه شهر خوجان می باشد. وی از نبودن نه تنها آبی پولیزی اینچنین از آبی نوشاکی تنقسی می کشد. شهر خوجان محله چشمه آبی نوشاکی و پولیزی ندارد. این مشکلات در همه موسم به چشم می رسد. استقامت کنندگان محله چشمه حکایت احمدova را با لقب خاله آبکشانک می شناسند. زیرا همه روزه این زن همراهی نبیرهایش از حوض ذخیروی آبی همسایه که دورتر از خانه استقامتی آنها موجود است دوام 2 ساعت آب می کشانند. و میگوید آب را در ظرف‌های گنجایشش 5-6 لیتره ذخیره میکند که آن هم تنها برای یک روز کفایگی میکند. برای ما دورچو که آب کدی بالا بلندی میبره ما جدای مونده میشیم سنی نیروها ما مونده شده آب کشانیه می بلندی و چی آب نمیبرد ما و طرف دستی راست بلندی و بتون آب نمیبرد اگر داولین 7 گذرد سانی ما میامده است لیکن از داولینش میگن که 5-6 ما نمیبرد آب. گروه کاری تلویزیونی سیمای مستقل یکم در اساس مکتوب مراجعاتی استقامت کنندگان محله چشمه سه از آبی نوشاکی برای آگاه شدن از مشکلات جای داشته به جای حادثه رفت. معلوم گردید که تنقسی آبی نوشاکی و پالیزی در منطقه چشمه سه طرفی راستی محله بیشتر به نظر می رسد. ساکنان بنابر نبودن آبی نوشاکی برای خوراک و چای آن را خریداری می نمایند. آبی خریده شده در ظرف‌های مخصوصی خودساخت نگاه داشته می شود. این حالت دوامی چند سال است که نگران کننده باقی می ماند. حالا بیش از 1 ماه می شود که در منطقه 12 محله چشمه سه تماما آبی نوشاکی به ساکنان دسترس نیست. استقامت کنندگان این منطقه برای حل مشکلات خود به کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال مراجعت کردند. حالا دوام 2 هفته اخیر مسئولین با نقلیات مخصوص به ساکنان محله چشمه سه آب میکشانند اما این حالت تا کی دوام میکند معلوم نیست. یک هفته و یک بار 150 سوم و 180 سوم به ما و دوز آب بوده میشه. اینجا همه خیلی شرایط. حاضر بده کانال نکیم فسان داشتیم. تلفن کنیم آب فسان داشتیم. دور از بعد میشه. ما با ما آبی میکشونیم. مسئله تنقسی آبی نوشاکی در محله چشمه بیشتر در فصل بهار به میان می آید. استقامت کننده دیگری این محله تاجی خان ظاهری و میگوید نزدیک 20-25 روز می شود که آبی نوشاکی را در ظرف 5-6 لیتره که در بازار و مغازه ها موجود است با نرخ 6 سومانی خریداری می کند. برای خوراک کردن و چای جوشانیدن همه روزه 2 یا 3 ظرف آبی 6 لیتره لازم می آید اما خریداری آبی نوشاکی به همه امکان نمی دهد زیرا برخی آنها برای خریداری مبلغ کافی ندارند. مویل وقت من نساس ویران شد میگن تلفن کنیم اگر یا دویده میفروی میگن تا ما که آب ندادستان گفته حاضر من این 3 هفته ایسی عموما آب می خانی ما برامدگیش نه من یک بیاد اگر آب کشادگی می آب آمداس می گفته پاییننگی ها تلفن میکنه و ها جیر آمداس میگن بعدی همون بعدی 15-20 منوتش انیمویم چه جیر میبیاد کمکا من می گفته همه جای پر کرده میمانیم دیگری وقت با آب خرده آواد و کار میفرماییم. در همین حال دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال ناصر غفورزاده میگوید مسئولین الکی برای برطرف کردن معمای جای داشته در محله چشمه سه کاربری کرده ایستاده است. تاکید گردید که همه روزه 2 نقلیات مخصوصی آبکشانی با ظرف آبی گنجایشش 10 کوبه به محله چشمه سه سفربر کرده می شود تا ساکنان را با آبی نوشاکی تامین کنند. سبب نبودن آبی نوشاکی این به حالت تکنیکی وابستگی دارد. بعضی سبب‌های تکنیکی که ما پایانی چشمه سه محله پایانش به آب تامین کردیم فقط همین دامنی کوه هند بودیگشان تامین کرد نتونستیم با وجود همین باشد هم با آبی کشانده همین روز تامین کرده ایستادیم که این موقتی می باشد روزهای نزدیک همه این برطرف میشد با آب تامین میشود. خبرهای آبکشی کارخانه واحد دولتی خوجند آب و کانال بنابر به آگاهی خاموش شدن برق از کار میماند و تا دوباره به فعالیت آغاز کردن وقت می رود. محض از همین حساب آب به محله چشمه سه نمی شود. منطقه های دیگری شهر خوجند که امروز به آبی نوشاکی تنقسی دارند احتمالی در نزدیکترین فرصت بهتر شدنش جای دارد. مشکلات نارسایی آبی محله چشمه که چند مدت این جانب جای دارد روزهای نزدیک نیز حل خود را مییابد زیرا مسئولین به ما وعده دادند. بعضی حالت‌ها از برق هم وابستگی هست که بعضی 1-2 یا 3 مرتبه یک مرده در میگیرد همون وقت به فشار آب ما یک بار میفراید این روزهای آخر همین خیلی شد
یک بار همین تجهیزات ایستادگر همون خبرویی که در سیستم میگوییم سیستم اندهای یک بار پایان میفرام بعد از خبر پر کردن به 2 ساعت 3 ساعت مهلت درکار حساب همین کمتر تنقیص شده لکن شهری خوجام مرکزی شهر همین طرفای چی گوییم همه میکرورایون‌های شهر از نساس‌های 4 نساس‌های 2 انشاءات 1 3 4 اینها همش تامین میباشد مرکزی شهر تامین میباشد. این موضوع داومی چند روزی آخر در سامانه‌های اجتماعی نیز بحث‌های زیاد را به میان آورده است. ساکنان از هر منطقه شهر خوجند در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک نیز عایدی تنقیصی آب نوشاکی حرف زده کی برطرف شدن این معما را می‌پرسند. بنا به گفته مسئولین کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال این مسئله‌ها حل شونده بوده روزهای نزدیک برطرف کرده می‌شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.